بسم الله الرحمن الرحیم. از برادران و خواهران گروه رسانه‌ای میارجل و سایر رسانه هایی که مطالبات مردم به انواع مختلف که زبان مردم به گوش مسئولین رسینیم، به نظر مسئولین رسینیم، به نظر نمایندگان رسینیم، تحلیل نمایندگان کنیم، اولا سپاس و تقدیم میکنم. گاهی ما نمایندگان به خصوص شخص ما بعضی از مطالبی را که توسط رسانه های مختلف نویسته مرور شکنیم که چاره نیست که اولا نیاز جامعه ما چیه، برای که رسانه زبان جامعه در عمق جامعه نفوذ است، مشکلات جامعه بیان کنه. به خصوص هر رسانه‌ای که گیشتر در عمق جامعه برو بیشترین کمک به ما، به خصوص کسانی که مسئولیتش هست، صاحب منصب نماینده، به خصوص نماینده نیازمندترین شخص و از نظر ما در جهت آنچه مشکلات جامعه نگاه ما طور دیگه ولی نگاه رسانه نگاه خاص، عمیق، بیغرض و واقعیت گزارش کنه بزرگترین کمک برای ما هست. من خواهشم از ما برادران بزرگواریشیم که این رسالات رو با همه پاکی کشوش کرده حفظ بکنیم و انتقاد باید بود در جهت سازندگی و خوشبختانه آج که من دیستنی ودی بیغرض و گزارش بودیم، درخواست جامعه بودیم، نیاز جامعه بودیم و طبعا جامعه شما جامعه فوق العاده بیداری، جامعه استان عزیز ما، استان سیستان و بلوچستان، بخصوص منطقه جنوب ما که منطقه بلوچستان ما فوق العاده انسان‌های دانشمندی هست، مطالبه گری، قانع، توانمندی، دریافت واقعیت خوب کن. تابع شعار رو ایشان هم اصلا نهیم و عکس آج که بعضی فکر کنیم. دقیق جوانان برومند ما اصل واقعیت درگیجی. در نهایت رسانه نقش بعدی عبارت از ترویج هنر. اگر رسانه در قالب هنر ارزه و ماندگار بود، برگردی به کشورهایی که در قالب هنر پیام وقت رسینه، بخصوص در جامعه ما، شما در بلوچستان عزیز ما شما بجنید فیلم های هندی، زبان هندی، قالب بلوچستان ما زبان هندی دانیم. چه چیزی باعث بوده که ما زبان هندی بدانیم؟ هنر هندوستان، فیلمایش ما هم هنر هست، فوق‌العاده هنر زیبایی هست. در تمام استان ما، روستایان ما هنرمندای بزرگی هست که گاهی فراموش شده. استاد اسفندیار شما باید دیدنی در سطح ملی بین المللی و فیض محمد در حد بین المللی مطرح بودن. خیلی از هنرمندان شما که الان شاید من و شما نزنید، وقتی که در قالب رسانه مطرح ببین توانه ملی و بین المللی ببین. من خواهش دیگه از شما بزرگوارانشیو درگیجی بزرگان جامعه وطن. رسانه وظیفه درگهتن بزرگان جامعه تحصیل کرده، یعنی که زندگی و صرف آبادانی این منطقه کرده، صرف ادب و آموزش و فرهنگ جامعهش کردیم، صرف آبادانیش کردیم و خصوص صرف علم و تحصیل و هنرش کردیم، تو صرف مذهبش کردیم. تو بزرگواران شما هست، مولا عبدالله پیشینی شما هست، مولا عبدالعزیز صاحب شما رو بودن. تمام این بزرگواران وقتی که برای جانید پر از مطلبه. من خواهشم از شما بزرگواران رسانه‌ایشی که فرهنگ و تاریخ و بیشتر از آنچه که الان هست و درگیجی که چمان جوسه کن که
جل یعنی چی؟ معیار یعنی چی؟ یکی از کلمات زیبای زبان زیبای بلوچی ما کلمه معیار. معیار، مفهوم معیار معنای وسیع هست. معیار یعنی در قالب همه چیزای خوبه، هم از اخلاق خوب، مهمان نوازی خوب. اصل کلمه معیار یعنی اگر یک شخصی را ظلمی در گذشته برای روای بود، از محل زندگی و مهاجرت کو پناهی یا به یک شخص دیگه، آیش را به عنوان معیار او در عزت داشتی و زندگی ری تامین کو تا زمانی که در شرایط بازگشتی به محل زندگی و فراهم بودی. این کلمه شو معیار جلی. این مفهومی که این رسانه عزیز معیار جل انتخاب کرده، خب کلمه فوق العاده زیبایی، پیش تبریک عرض.